درود بر همه هنرجویان عزیز. رضا پدیدار هستم، مدرس و نوازنده نی. خب عزیزان، در جلسات قبلی در رابطه با صدا در آوردن نی، بم، اوج توضیحاتی دادم، نوت‌های نی رو هم گفته بودم خدمتتون. حالا عزیزان، شما زمانی که دارید صدای نی را تمرین میکنید میخوایم انگشتان هم به این کار اضافه کنیم که تمرین انگشتان است که 3 روش تمرین هستش با انگشتان که خدمتتون میگم. همینجور که جلو آینه دارید صدای نی رو که همونجور که گفتم تمرین میکنید، لطف میکنید از نوت لا، یعنی آخرین سوراخ که میشه سوراخ پشتی نی، از نوت لا شروع میکنیم. هر یک نفسی را که میگیریم انگشت به صورت رفت و برگشت روی سوراخ ها حرکت میکنه به این شکل، همونجور که داریم صدای نی را تمرین میکنیم. این تموم شد کارش. نفس بعدی را که میگیریم لا، این انگشت لا روی سوراخ لا میمونه، یعنی گرفته میشه. حالا نوت سل. پس تمام انگشتا همه بالا هستش، لا را زدیم بسته شد. الان فقط انگشتای سل، فا، می و ر بازه. انگشت بعدی